برای ظهوربک شریپوف موسمی کاری صحرا شروع شده است. هر روز باید کشتش را از علفهای بیگانه تازه کند و باغش را نگاه و بین نماید. در این شب و روزی که اکثر ساکنان برای احتیاط از ویروس نو به جای نمی روند، این کشاورز روز خود را در صحرا بیگاه می کند. روحیه ما را یگان کسلی یگان ویروس شکسته نمیتواند. از این لحاظ چون پیشنهاد میکنم که هر یک انسان برای امنیت عضوقواری خود، عائله خود، دولت خود سهم بگذارد و در نزد خود وظیفه های بگذارد که به منفعت هم خودجگی، هم عائله و هم دولت خود باشد. در اینجا دهقانان دست جمعی به زمین‌هایشان آب می‌کشانند. از چاره‌های احتیاطی برای پیشگیری از سرایت ویروس کار نمی‌گیرند. از خطر کرونا ویروس همه روزه از رسانه‌ها و صحبتی هم دیگر می‌شنوند. ولی میان در خانه نشستن و نگاه و بین زراعت یکی را باید انتخاب کنند. می‌بینیم که در بعضی شهرها بعضی نفرها هستند که حتی قرض میکنه که مبلغ‌های بودشون رو سرگردان به تشویش روزگار، به خریدن ارد و روغن، ذخیره کردن همین خوراکش هستند. ما برعکس اون چیزی که در مبلغ خودمون داریم در پس‌انداز عائله‌مون ما با مقدار 500 متر شلنگ خریدیم که از دریا موتور آب برور گرفتیم، آب بیاریم و نه به اون ترس و هراس‌ها باور کنیم و من نه به آنها داده شده باشیم. ختلان از ولایت‌های کشاورزی در جنوب تاجیکستان تأمین کننده محصولات اولیه بازارهای داخلی می باشد. کشاورزان حالا باید زمین‌های کشتی غله‌دانگیشان را آب مانند. میگویند که کرانتین کردن و در خانه ماندن خوب است ولی حاصلش برباد می رود. که در خانه بشینیم همین خوق میشه. همش او دولسیم درخت ناونی هول زمین داریم، زمینو دا کار میکنیم. اما واضح میگن کرونا ویروس های، کسلی های در خونه هم شته نمیشه. باید کار کنی کو. هرچند در تاجیکستان سرایت کرونا ویروس را تصدیق نکردند ولی سازمان‌های تندرستی مردم را برای رعایت تازگی و در خانه ماندن دعوت می‌کنند ولی کشاورزان کارهای خود را مهم می‌شمارند. در جنوب تاجیکستان کشتی پخته آغاز شد و هزارها ساکن این ولایت به صحرا می‌برآیند. کارهای دهقانی را معمولاً مردم دهات انجام می‌دهند.